حیات و فعالیت لیز مینتنر، فیزیک و رادیوخیمیک شوئدی، تجربه جوی استریایی که سهم مهمی در کشف یادرویی و ریاکسیاهای یادرویی گذاشت. لیز مینتنر سال 1878 در وینا تولد یافته تحصیل را در دانشگاه وینا آغاز نمود و در آینده با آتو گان در برلین همکاری کرد. لیز مینتنر یکی از اولین زنان در ساحه فیزیک یادرویی بود. سال 1938 او و همکارانش کشف فیزیای یادرویی تقسیم یادروی اورانیوم را کردند که در آن اساس صنعت نیروی اتمی و یادروی جهانی گردید. با وجود نقش مهم لیز در این کشف، او در جایزه نوبل برای این کار بزرگ نامبر نشد و بسیاری ها این را نابینایی و نادیده گرفتن سهم زنان می شمارند. مینتنر بعد از فاشیسم و تهدید ناتسیسم آلمان را ترک کرده به شوئدیا و بعداً به بریتانیای کبیر رفت. او ادامه داد که در علم یادرویی تحقیقات کند و برای رشد و آموزش فیزیک اتمی کار کرد. لیز مینتنر در سالهای اخیر با آموزش تاریخی علم و تأثیر آن به جامعه پرداخت و همچون یکی از عالمان پیشقدم و زنان بارز علمی زمانش یاد می شود. مینتنر سال 1968 در شوئدیا وفات کرد. پس از تحقیقات پیشینه خود در ساحه رادیوخیمیا، لیز مینتنر با همکاری فیزیکی معروف آلمانی آتو گان با آموختن یادروی اورانیوم پرداخت. آنها در سال 1938 کشف بزرگی کردند با نام فیزیای یادرویی. این روند به تقسیم شوی یادرویی کلان به دو قسم با آزاد شوی مقدار زیاد انرژی اشاره می کند. این کشف اساس رشد و استفاده نیروی اتمی گردید. با وجود نقش مهم و سهم بواسطه مینتنر در این کشف، آتو گان تنها صاحب جایزه نوبل در سال 1944 شد که باعث بحث‌های زیادی گردید. لیز مینتنر با دلیل مناقشه‌های سیاسی و جنگ نتوانست سهم خود را مستقیما در این جایزه پذیرفته شود. بعد ترک آلمان در زمان ناتسیسم، لیز مینتنر به شوئدیا و بعداً به بریتانیای کبیر کوچید و به تحقیقات یادرویی ادامه داد. او در دانشگاه کمبریج و بعدتر در دانشگاه کلمبیا در امریکا کار کرد. مینتنر کارهای علمی خود را در ساحه یادروی اتمی ادامه داده با آموزش ریاکسیاهای یادرویی و تأثیر آنها به ماده ها مشغول شد. وی اینچنین کوشش کرد که علم یادرویی را با اهمیت آن برای صلح و رشد انسان آموزش دهد. در سالهای بعدی او به ادیب و مؤلف مقاله های تاریخی علم و نقش زنان در علم تبدیل یافت.